ابله‌ترین گرگی که تا حالا دیدم. نبرد گرگ با سگ. این نبرد رو بعضی از کانال‌ها گذاشتن و خیلی هم از گرگ تعریف و تمجید کردن. من خودم عاشق گرگام، به همون نسبت سگا رو هم دوست دارم. اما واقعیت اینه که این گرگ واقعا گرگ نادونیه. یا گرگ نیست، ممکنه گرگاس باشه. گرگای پرسه‌زن یا از گله طرد شدن و تنها، یا اینکه اصلا گرگ نیستن و گرگاسن. این گرگ به راحتی نقاط حساس بدنش رو در اختیار سگ قرار میده و اگه سگ یه حیوان وحشی بود که قصد کشتن داشت، به راحتی خفش میکرد و اونو میکشت. یکی از چیزایی که ازش تمجید و تعریف شده بود این که نگاه کنید چقدر گرگ میخواد به پاهای سگ آسیب بزنه. خیر، احمقی این گرگ رو میرسونه، چون به راحتی گردن و سرش رو در اختیار دندونای قدرتمند سگ قرار میده و اگر این سگ واقعا قصد کشتن داشت میتونست گردن این گرگ رو ول نکنه و بکشتش. ضمن اینکه آخر این فیلم رو بعضی از کانال‌ها نشون ندادن، جایی که سگ تنبیه نهایی رو انجام میده و کاری میکنه که گرگ پشیمون بشه و راهش رو بکشه و بره. البته از لحاظ قد و هیکل تقریبا مساویان. حجم خز سگ حجم بیشتریه، باعث میشه که توپرتر نشون بده. سگم به شدت خسته است، اما فراموش نکنیم که این سگم سگ بسیار با تجربه‌ای بود، اما خسته بود. البته استقامت گرگ خیلی بالاست. گرگ‌ها به هر حال حیوانات وحشی هستن و در نهایت میتونن استقامت بیشتری توی جنگ خودشون